چشمهایش. اثر بزرگ علوی. فصل 5، بخش اول. 2-3 ماه زندگی ما بدین نحو گذشت. هر هفته اقلاً یک بار و گاهی بیشتر او را می دیدم. روزهایی که امید دیدار او را نداشتم دلم خالی بود. نمیدونستم چگونه وقت خود را پر کنم. هر آن منتظرش بودم. در خیابانهایی که هرگز در آن آمد و شد نداشت، در ساعتی که صریحاً میدونستم مشغول کاره، در خانه‌هایی که اصلاً صاحبان آنها را نمیشناخت، همیشه منتظرش بودم و معجزه ها پهلوی خود تصور میکردم تا به این نتیجه منتهی شود که من به دیدار او نائل میگردم. در صورتی که از همان ماه دوم کارهای زیادی به من رجوع میکرد، من با ذوق و شوق بیان که کمترین ترسی به خود راه بدهم آنها را انجام میدادم. به من دستور داد که ماشین نویسی یاد بگیرم. آخ، چه کار خسته کننده است این ماشین نویسی. کشنده است. اما من یاد گرفتم. 3 هفته تمام روزی 7 ساعت کار کردم. من از پشتکار خود در شگفت بودم. اما این تنها راهی بود که برای من در زندگی باقی مانده بود. وقتی وظیفه‌ای را که به من ارجاع کرده بود انجام میدادم، میدیدم که خوشحال است و این خوشحالی او برای من مایه زندگی بود. مرا سر شوق میآورد. وقتی ماشین نویسی یاد گرفتم، نامه‌ای به من داد و از من خواهش کرد که 500 نسخه از آن رو نویس کنم. روزی که میخواست نامه را به من بدهد، با او در سینما ملاقات کردم. به من گفت: نامه‌ای میخواهم به شما بدهم که 500 نسخه از آن ماشین کنید. گفتم: چه خوشحالم از اینکه بالاخره به من کاری میدهید. گفت: میدانید که کار بسیار خطرناکی است؟ گفتم: ماشین کردن که دیگر خطر ندارد. گفت: این نامه را منتشر خواهند کرد و اگر بفهمند که شما ماشین کرده اید شما را میگیرند و آن وقت خیلی بد خواهد شد. گفتم: من حاضرم، بدهید به من، همین الان بدهید. گفت: همراهم نیست. پرسیدم: خیال میکردید که من ابا خواهم داشت از اینکه دستور شما را انجام بدهم؟ گفت: نه، میدانستم که قبول خواهید کرد. میخواستم با علم به خطری که این کار در بر دارد اقدام کرده باشید. قرار شد که همان شب کسی نامه را به خانه من بیاورد. متن نامه خوب یادم هست. شاه میخواست در نزدیکی تونکاون املاکی را که قسمت عمده آنها مال خرده مالکان بود بخرد. مامورین املاک به دهات ریخته بودند و مردم را به زور به محاضر میبردند و از آنها امضا میگرفتند. عده‌ای از دهقانان پیش از اینکه نوبتشان برسد، شبانه از تونکاون فرار کردند و به تهران به خانه یکی از قضات عالی رتبه که از همولایتی‌های آنها بود و خودش هم چند صد جریب زمین داشت پناه بردند. قاضی چاره‌ای نداشت جز اینکه از دست مامورین املاک به شخص شاه شکایت کند. این نامه که قریب 50 سطر بود، نمیدانم به چه وسیله به دست استاد افتاده بود. من از این نامه 500 نسخه ماشین کردم و بر حسب قرار قبلی یک شب ساعت 10 موقعی که همه در خانه ما خوابیده بودند، مردی که حتی روی او را هم نتوانستم ببینم چند تلنگر به شیشه اتاق من زد و من طبق دستوری که داشتم نامه ها را چند نوبت به او دادم و او برد. چند روز بعد یکی از همین نامه ها برای پدرم رسید. پدرم که از ماشین نویسی یاد گرفتن و ماشین کردن من مشکوک شده بود، 2-3 روز بعد سر شب نامه را به من نشان داد و گفت: دیدی دیروز پست برای من چه آورده است؟ گفتم: نه آقا جان، بدید بخونم چیست؟ گفت: حالا باشه. موقعی که به اتاق خوابم رفتم، پدرم دنبال من آمد. در را باز کرد و گفت: لازم نیست نامه رو بخوانی. تو خودتان را ماشین کرده ای. جوابی ندادم چون این کار غیر ممکن بود. دختر من، با آتیش بازی میکنی. حیثیت و شرافت من رو به باد میدی. اینجا فرنگستان نیست. کی تو رو به این کار وامی دارد؟ گفتم: هیچ کس آقا جون. اما حیثیت شما سر این کارا از بین نمیره. برعکس، بیشترم میشه. گفت: خودت میدونی. همینقدر بهت بگم که این کار عواقب وخیمی داره. از پیروز که این نامه منتشر شده تا به حالا اقلا 300 نفر رو در شهر تهران گرفتن. وزیر پست و تلگراف سر انتشار این نامه عوض شد. شاه بهش فوش داده و گفته: برو خونت بخواب. صحبت از تغییر رئیس نظمیه است. اگر بفهمند که در این خانه ما ماشین تحریری وجود دارد، تا فردا این خونه رو با خاک یکسان میکنن. اینهایی که گفتم اقرار نیست.
قبل از اینکه به اتاق تو بیایم ماشین تحریر رو خرد کردم و در آب انبار رو چاه انداختم تا هیچ اثری از آن باقی نماند. ابتدا با اضطراب و ترس حرفای پدرم رو شنیدم، اما وقتی که گفت ماشین تحریر رو شکسته و از بین برده دیگر اختیار از دستم در رفت. خون صورتم رو یک پارچه سرخ کرد، قلبم گرفت، رنگم پرید و تشنجی که تا اون موقع برایم بی سابقه بود بهم دست داد. وقتی چشم باز کردم دیدم پدرم در اتاق نیست و مادرم پهلوی من نشسته و در اتاق بوی والریان میآید. من همیشه گرفتار ضعف اعصاب بودم. همیشه حساسیت فوق‌العاده مرا آزار می‌داده است. اما آن شب نخستین بار بود که حالت حمله به من دست داد. روز بعد اول صبح وقتی پدرم آمده بود که از خانه بیرون برود، تنها گیرش آوردم و به او گفتم: آقا جان، ماشین تحریر رو چه کار کردید؟ جواب داد: گفتم که انداختم تو آب انبار. گفتم: آقا جان، برای حفظ آبرو و حیثیت شما من از پول خودم همین الان یک ماشین تحریر دیگه میخرم. اما این را بدانید، من دختر بزرگی هستم. اگه بخواید به من زندگی را سخت بگیرید و من را در کارهایی که میکنم آزاد نگذارید، همین امروز از خونه شما میرم. پدرم نگاهی پر از ترس به من انداخت. چیزی نگفت و از خانه بیرون رفت. فوری به او تلفن کردم و از او وقت گرفتم. قرار شد شب موقع معمول همدیگر را دم در سینما ملاقات کنیم. حوادث شب پیش را برایش نقل کردم. مفصل آنچه را با پدرم رد و بدل کرده بودم گفتم و اشاره کردم که میخواهم از آن خانه بیرون بیایم و نمیدانم تکلیفم چیست. ته دلم آرزو میکردم و امیدوار بودم که او اگر مرا به خانه خود دعوت نکند اقلا موافق باشد که خانه‌ای برای خود ترتیب بدهم و آنجا بتوانم گاهی او را تنها ببینم. به او گفتم که پدرم مرا بی‌اندازه دوست دارد و حتی اگر از خانه او هم قهر کنم باز حاضر است که مخارج زندگی مرا آبرومندانه تأمین کند. اما استاد سر تکان داد و گفت: نه، برعکس. حالا معلوم شد که این خانه پناهگاه خوبی نه فقط برای تو بلکه برای همه ماست. من حالا بیشتر اطمینان پیدا کردم. او حالا با تو سری دارد. البته میترسد. همه میترسن. بعضی کمتر، بعضی بیشتر. باید او را تدریجاً وارد کنی. پدر تو هم یکی از آن کسانی است که املاکش را در مازندران از دست داده و آنچه او در تهران در عوضش به دست آورده 1/5 دارایی سابقش هم نیست. بنابراین از ته دل با مبارزه ما همداستان است. باید در این خانه بمانی و با پدرت گرمتر بگیری و اینطور کارها را در خانه دیگری که به تو نشان خواهم داد انجام بدهی. پدرت آدم مفیدی است. چند روز بعد ساعت 2 بعد از ظهر مردی که لباس کاسبکاران تنش بود پیش من آمد و نامه ای از او در دست داشت و ما با هم به خانه در خارج از شهر رفتیم و آنجا در اتاق کوچکی که درهای آن با یک لایه پنبه میخکوب شده بود روی میز کوچکی ماشین تحریری قرار داشت. مرد کاسبکار به من گفت: در این خانه جز من هیچ کس نیست. هر وقت کارتان را تمام کردید به من که پشت در نشستم بگویید تا به خانه برسانمتان. گفتم: چه کاری باید انجام بدهم؟ گفت: در ماشین رو بردارید و آنجا یک ورقه برایتان گذاشتن که باید ماشین کنید. امروز یادم نیست که آن نامه دوم چه بود. شاید هم اهمیت زیادی نداشت، اما از لحاظ مبارزه با شهربانی مهم بود، چون عده زیادی گرفتار شده بودند. لازم بود که نامه دیگری منتشر شود تا شهربانی به فرض اینکه چند نفر از اشخاص مسئول را گرفته است مشکوک و مردد شود. 2-3 ساعت نشستم و کار کردم. وقتی خسته و کوفته بلند شدم بروم، نامه از استاد به من داد. نوشته بود که لازم است چند روزی حتی تلفن هم به او نکنم. این نامه خستگی مرا چند برابر کرد. چیزی نمانده بود که از حال بروم. دندان روی جگر گذاشتم و خود رو گرفتم که حال تشنج روز پیش تکرار نشود. دلم میخواست برخلاف دستور او کار کنم و صبح روز بعد یک راست به مدرسه‌اش بروم و به او بگویم که دیگر اختیار از کف من دارد میرود. نمیدانید وقتی دستور میداد که او را نبینم چقدر میترسیدم. او به من قوت قلب میبخشید. ظاهرا وقتی پیش او بودم خود را ناترس قلمداد میکردم، اما حقیقت این است که اون منبع قدرت من بود. موقعی که نامه را خواندم همونجا کمی روی پله نشستم و به کاسبکار گفتم: میتونی یک گیلاس آب خوردن برای من بیاری؟ گفت: نه، در این خانه هیچ چیز نیست. پرسیدم: چرا نامه را اول به من ندادی؟ گفت: آقا فرمودند وقتی خواستید تشریف ببرید به شما بدهم.
به فکر فرو رفتم. آیا پی برده بود که چه منتی بر من میگذارد وقتی کاری به من رجوع میکند؟ چرا نامه را قبل از ارجاع کار نداده بود؟ حتما دیگر میداند که چه اندازه گرفتارش شدم. میدانست از فرط ناامیدی ممکن است کار را خوب انجام ندهم. این را دیگر میدانست. خود را باختم. دیگر لو رفته بودم. حالا او بر من تسلط دارد. زن ناشناس ناگهان خود را از آن عالم گذشته بیرون کشید. رو کرد به من که تمام مناظر را حالا به خوبی در برابر چشم می‌دیدم و گفت: راستی می‌دانید که آن کاسبکار که مرا به آن خانه برد که بود؟ گفتم: نه. آقا رجب بود و این نخستین بار بود که من با او روبرو شدم. تعجب کردم و برخلاف تصمیم خود سخن زن ناشناس را قطع کردم و پرسیدم: آقا رجب؟ نوکرش؟ بله، آقا رجب، فراش مدرسه شما. پس او از تمام روابط شما با استاد و کارهای مشترکی که داشتید اطلاع داشت و با وجود این لب تر نکرد؟ چقدر من به او اصرار کردم. شما نمیتونید تصور کنید که او چه مرد صمیمی و با وفایی بود. حرف استاد برایش وحی منزل بود. مرید و از جان گذشته. حاضر بود کورکورانه تمام اوامر رفیق و رهبرش را انجام دهد. ببخشید حرفتون رو قطع کردم. زن ناشناس به داستانش ادامه داد. آن وقت تصمیم گرفتم به خانه برگردم و صبح روز بعد یک راست به مدرسه‌اش بروم و به او بگویم که چه چیز مرا وادار به این فداکاری ها می کند. دیگر عزمم را جزم کرده بودم که بگویم که من هزاران خطر را حاضرم با جان و دل بخرم، نه برای آن چیزی که او خیال می کند. دیدم دیگر ادامه این وضع برایم میسر نیست. میخواستم تسلیم شوم. چنین به نظرم آمد که از راه خود نمیتوانم او را بربایم. همین که خواستم از خانه مخفی او بیرون روم، آقا رجب گفت: خانم، چند دقیقه صبر کنید. آقا فرمودند این کاغذها را بسوزانید و مواظب باشید هیچ چیز پیشتان نباشد. گفتم: هیچ چیز پیشم نیست؟ گفت: باز یک بار دیگر کیفتان و جیبهایتان را بگردید. گشتم و چیزی پیدا نکردم. هر آنچه را که سوزاندنی بود سوزاندم و همین که خواستم در را باز کنم از دور صدای چرخ درشکه‌ای آمد. آقا رجب گفت: بیایید برویم به طرف درشکه. اول من میرم. پس از چند دقیقه شما خارج شوید و در را محکم بکشید. خودش بسته می شود. من یک راست میروم به طرف خانه شما و شما با درشکه بروید. به خانه که آمدم غوغایی برپا بود. دیدم مادرم پشت در نشسته و منتظر من است. فزه سلطان هم با چادر سیاه خالدارش همونجا پشت در چنباده زده و دارد با مادرم پچ پچ می‌کند. این فزه سلطان همبازی مادرم بود. در خانه مادرم به دنیا آمده بود و وقتی مادرم به خانه شوهر آمد، مونس و همه کارش شد. او مرا بزرگ کرده بود و چون هیچ کس را در دنیا نداشت، تمام محبتی را که در قلب رئوفش انبار کرده بود سر من مصرف می‌کرد. همین که در زدم، فزه سلطان در رو باز کرد و من وارد خانه شدم. پیرزن با اضطراب گفت: الهی شکر، الهی 100 مرتبه شکر. مادرم نذاشت که فزه سلطان حرف دیگری بزند. وارد هشتی خانه ما که می شدی، طرف دست راست اتاق پدرم بود. آفتاب پاییزی بعد از ظهر تمام فضا را غرق نور کرده بود. از پشت پنجره انارهای سرخ و گرد گرفته می درخشیدند. حوضمان را آب انداخته بودند. بابا داشت باغچه ها را آب میداد. پیرمرد 30 سال بود که در خانه ما کار میکرد. پدرم روی صندلی راحتی در اتاقش نشسته بود و آرام سیگار میکشید. یک پیرمرد چاق و سیاه چرته‌ای که صورتش پر از چروک بود و سر تاس داشت روی زمین چهارزانو نشسته بود و کاغذها رو زیر و رو میکرد. از مادرم پرسیدم: این کیست؟ چه میخواهد؟ مادرم گفت: از نظمی آمده. تمام اتاق آقا جونتو داره زیر و رو میکنه. نگذاشتم که مادرم کلامش را ادامه بدهد. یک راست رفتم پیش پدرم. مأمور شهربانی نگاهی به من انداخت و از جایش بلند شد و سلام کرد. مثل آدمی که از همه جا بیخبر هستم پرسیدم: آقا جون چه خبره؟ پدرم گفت: میگویند چند روز پیش پست کاغذی اینجا آورده. من که ندیدم. حالا دارند میگردن. بعد از کمی تأمل گفت: این که حرف است. نمیدانم چه میخواهند. بگذار بگردند. مرد چاق و سرتاس رو کرد به من و از پدرم پرسید: اسم خانم چیست؟ من گفتم: به شما چه که اسم مرا میپرسید؟
پدرم دخالت کرد و گفت بچه جان تندی نکن. آقا مأمور هستن. او که تقصیری ندارد. بهش گفتن و حالا باید وظیفه‌اش را انجام دهد. بعد پدرم مأمور آگاهی را مخاطب قرار داد و گفت دختر من است. آن وقت اسم مرا گفت. مرد چاق صورت بد ترکیبی داشت. از قیافه‌اش پیدا بود که آدم بدی است، اما مؤدب حرف می‌زد. همینطور است که می‌فرمایید. ما چه گناهی داریم؟ فراش پست گزارش داده که نامه اینجا آورده است. از این آدم‌های بی‌شرف زیاد هستند. شاید عوضی گرفته. روی این گزارش شما مورد سوء ظن مقامات عالی قرار گرفته اید. در صورتی که بنده خدمتتان ارادت دارم و می‌دانم که حضرت عالی از کسانی هستید که املاکتان را در مازندران به میل و رغبت به اعلیحضرت همایونی فروخته اید. البته صلاح مملکت را در نظر داشته اید. همه می‌دانند که در مازندران بهتر است که مالک جز وجود نداشته باشد. شاید نامه به اسم شما نبوده. ممکن هم هست که خانم کوچولو آن را باز کردند. پرسیدم چه نامه‌ای؟ کی نوشته بوده؟ مرد که قیافه ابلهی داشت میخواست خودش را مهم جلوه دهد. با چشمای قی گرفته‌اش به من نگاه کرد و لبخندی زد. میخواست به خیال خودش مرا امتحان کند، اما تیرش به سنگ خورد. من به او فرصت ندادم و به پدرم گفتم بگذارید از همه اهل خانه بپرسند که آیا دیروز فراش پست نامه اینجا آورده است یا نه. من یقین داشتم که کسی از اهل خانه ما، نه مادرم و نه فضل سلطان و نه دایه من و نه بابا پیرمرد که همهشان اقلاً 20 تا 30 سال در خانه ما زندگی کرده و خانه‌زاد بودند و از زندگی سیاسی پدرم در گذشته خبر داشتند، دیگر این درس اول را بلد بودند که در این طور موارد نباید دم زد. بعد اضافه کردم به علاوه فراش پست هم میتواند بگوید که نامه را به کی داده است. مردک گفت عرض کردم که فراش پست باید اشتباه کرده باشد و حتما عوضی گرفته است. به علاوه خودش هم اقرار کرده که نامه را به کسی نداده و از لای در به درون خانه انداخته است. آن وقت مردک که از هر جمله او ریا و دورویی شنیده میشد شرحی درباره خودش گفت که از قدیم به خانواده ما ارادت داشته و دلش خون است که با این تفتیش ها اسباب اذیت مردم محترم را فراهم می آورد. به خدا و خون گلوی علی اصغر قسم می‌خورد که 1000 بار استعفا داده، اما چه بکند که دست از سرش بر نمی‌دارند. حکایت می‌کرد که روزی مجبور بوده است که حتی خانه برادر زنش را هم تفتیش کند، اما او مأمور است و معذور، در صورتی که او خوب می‌دانست که برادر زنش آدم سالمی است و اهل هیچ بامبولی نیست و عجیب این است که برادر زنش هم تقاضای خدمت در وزارت کشور را کرده بود. تازه برادر زنش هم این کارها را از چشم او می‌دیده. از مجموعه گفته‌های او چنین نتیجه گرفته می‌شد که آدم بیگناه و بیچاره است و خودش هم می‌داند که بیهوده دارد این خانه را می‌گردد. اما آخر یک نفر در این شهر این نامه‌ها را نوشته و باعث زحمت و بدبختی مردم شده است و شهربانی حتما باید آن یک نفر را پیدا کند و او را پیدا خواهد کرد. ماشینی که با آن این نامه‌ها نوشته شده ماشین کنتینانتال است و الان صورت تمام این ماشین‌هایی که در عرض این چند سال اخیر وارد ایران شده در دست و همین امشب معلوم خواهد شد که این ماشین تحریر کجاست. می گفت و در عین حال کتاب‌ها را باز می‌کرد، آنها را ورق می‌زد و برمیگرداند. آخرش گفت نه خیر، اینجا که چیزی نیست. پدرم داشت کمی تند می‌شد و گفت پس دیگر می‌فرمایید ما چه کار کنیم؟ مردک موضوع را عوض کرد و پرسید در این خانه ماشین تحریر ندارید؟ اسم ماشین تحریر که برد رنگم پرید. منتها و ابله‌تر از این بود که چیزی بفهمد. من از جایم بلند شدم و میخواستم خارج شوم. لحظه‌ای پشت به او کردم. پدرم جواب داد من مرد قدیمی هستم. خودم خوشنویسم و دخترم هم تا چند سال پیش تعلیم خط میگرفت. ما کاری نداریم که ماشین تحریر داشته باشیم. خونسردی پدرم مرا سر حال آورد. برگشتم و تحسین‌آمیز به اون نگاه کردم و گفتم آقا جان بگذارید همه خانه را بگردد. پدرم گفت من که حرفی ندارم، بگردد. مأمور آگاهی از من پرسید شما ماشین نویسی بلد نیستید؟ گفتم ماشین نویسی که بلد بودن نداره، هر کسی بلده. پرسید پیش کی یاد گرفته اید؟ گفتم یاد نگرفتم، من یک انگشتی بلدم بزنم. پرسید کجا یک انگشتی زده اید؟ گفتم توی مدرسه من ماشین تحریر داشتیم و من آنجا زدم. پرسید
می توانید ماشین تحریر را به من نشان دهید؟ تند جواب دادم. من چرا نشون بدم؟ من اقلا 10 سال است که در آن مدرسه نبودم. گفت من پرسیدم تازگی. گفتم شما کی پرسیدید تازگی؟